رفته باشم تو جنگی. سلام گوگل مگولی من چطوری؟ قلبونت بشم دلم برای تنگ شده. موش کوچولو گوگل موش کوچولو داره ورزش میکنه. فردا سالن گرفتم میخوایم بریم فوتبال. بالا باس بیاد. کجا موش کوچولو؟ کجا میشی کوچولو؟ اسم شما چیه؟ من ایمانم. منم امیرجانم. میدونی سالها چی صدام میکردن؟ چی؟ 100 تومن. والا شما رو نمیدونم. نصف اینایی که زنگ خونه ما رو میزنن یا منم یا باز کن. معلوم نیست این اسم جدیده. رفاقتی با تو نداری. من همه تونو بلش کن. نه الان دیگه همه فنن معلمون داداشی نو بنیاد تا قراشی میام دم آپاچی رو آپاچی حالاچی رفیقم با کاوازاکی میام مثل ناکازاکی میکی ساکاتاکاما یا بهم بگو ساکاماکی. We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning. Morning to you. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. What have you done? برای خونه دار شدن 2 رکعت نماز نافله بخونید. بعد تو رکعت اولش سوره حمد و 10 مرتبه سوره کافرون، رکعت دومش سوره حمد 10 مرتبه سوره مبارکه اخلاص. بعد از نمازتونم 10 مرتبه ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، همچنین 10 مرتبه آیه 201 سوره مبارکه بقره. خانم ها آقایان درود بر شما. پیاز خریدی، سیب زمینی خریدی، هویج خریدی، وارد خونه نمیتونی درشو باز کنی. برای ما گره کور زدن، با دندونم نمیتونی باز کنی. یه ترفند. منتها قبلش ما رو سابسکرایب کنید. اون زنگوله پایینی هم یه تکونی بهش بده. بعد بیا تو کفشکن میخوام یه چیز نشونت بدم. این پیاز رو من خریدم چند تا دونه، بازنشستگی نمیتونم بیشتر بخرم. این نمیتونم با دندونم باز کنم. میذاریمش اینجا. با این انگشت، با 2 بند انگشت یک سوراخی درونش ایجاد میکنیم. یه سوراخی درونش ایجاد میکنیم. صداشو دیدین؟ سوراخی درونش ایجاد میکنیم. بعد با انگشت سبابتین و انگشت ربابتین این درون سوراخ 2 تا انگشت رو میکنیم. البته میتونیم برای اینکه آشپزخانه ما یک فضای شادی داشته باشه از حرکات موزون هم استفاده کنیم. برای روحیه خوبه. میتونیم اینجا که میگه حاجی 1 تکون، حاجی 2 تکون، میتونیم این کارو بکنیم. حاجی 1 تکون، حاجی 2 تکون. باز شد. ببینید به همین سادگی باز شد. پیاز آماده بهره برداری و برداشتی. تا ترفند بعدی، خدا نگهدار. خسته نباشید. آفرین آفرین. مشکل غلطی شما دستم دست پولتم دست پولتم دستم پرنده موها. ببین نگاه کن انگشتی تو بذار اینجا. بی پرنده مهاجر
ای پرنده مهاجر ای پرنده مهاجر نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن